سلام و احترام به تمام دوستای بیننده که ما را میبینید. احترامات تقدیم است. ما یک گمشده ای دارم به مدت 3 سال به نام نعمت الله رجبی. 3 سال گم شده. 1 سال شده که ما از پوچ از افغانستان آمدیم در ایران. از بیمارستان گرفته تا زندانهای قزلستان و کوهوین و کجا زندان در ایران نیشتیم، معتادخانه ها را نیشتیم، حتی کمپای شاروالی را نیشتیم. پارسال در برجیه آمدیم تا به هنوز دنبال ازی هستم. هر کی از نعمت الله رجبی کدام احوال داره، یا زنده یا مرده، به هر شکل که احوال داره مرا اطمینان بده. شیرینی هم داره که ما بسیار اسیر و در بدر خاک به سر از افغانستان آمدیم تا به هنوز دنبال از پیدا نتونستیم دیگه. اگر کسی از این احوال داره یا خبر داره، خلاصه بلدی از ما کدام احوال جره بدیه، شیرینی هم داره، ثواب ازی که پیشگاه خدا بیز و محفوظه. اینمی عکسش رم که دارم ما، اینمی به نام نعمت الله رجبی. نعمت الله رجبی 3 سال گم شده. البته گم شدهش از کرج شده، از کرج. این اول ندارم از این که تو کجا شدی نشدی. اگر خود ازی میشنوه باید بلا معطل دنمی لمبر اطلاع بدیم مرا که ما مطمئن شوم. یک مادری پیر داشت قریب صدقه کنه، خود من مسیر در بدر، برادرها مسیر در بدر. این بیتر دقیقا ازی من دیم نه پیدا موشه، نه اول ازیمه، نه خود ازی بروز بخونه، هیچ گونه. خلاصه بر امیدوارم که دوستا رفیقا کسی که از اینجا اول داشته باشد باید در محوال بدید. تشکر. دوستای محترم، یکی از پدر است که 3 سال است اولاد خود گم کرده و خیلی در به در دنبالش میگرده. اگر کدام اطلاعی دارین یا چیزی خبری دارین از بچهش طوری که در تصویر مشاهده کردین، شیرینی داره و یک ثواب، کلا یک ثواب خیلی خوب میگیرین. در بدر همی پدر ناامید نکنین. انشالله اگه احوالی از بچهش دارین یک احوالی برش بدین دیگه. قربانتان، خداحافظ.